اولین برنامه ایدی آریانا سعید بدون اسیب ساید نامزدش. آریانا سعید شکل و شمایلش را باری دیگر تغییر داده است. آهنگ‌های جدی ایدی آریانا سعید برای دوستداران و طرفدارانش. ولی دلیل قهر آریانا سعید از اسیب ساید نامزدش چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند خوش صدای افغان، یکی از سراهای سوریله و ناماشنا در هنر موسیقی افغانستان بوده است. آریانا سعید از سن نوجوانی علاقه فراوانی به سرودن آهنگ داشت، ولی با مخالفت خانواده‌اش بالخصوص نامزدش وی نتوانست موفق گردد. ولی بعد از جدا شدن از همسرش، آریانا سعید آهنگ‌های بیشمار سرود و به یک بارگی نامش در میان هنرمندان افغان گل کرد. آریانا سعید آهنگ‌های فراوانی به زبان شیرین دری، پشتو، هزارگی و گاهی حتی ایندی هم سروده است که مورد حمایت و تشویق فراوان دوستداران و طرفدارانش قرار گرفته است. آریانا سعید کنسرت‌های فراوانی در داخل و خارج از کشور برگزار می‌کند. وی را می‌توان یکی از جمله هنرمندان دانست که سطح هنرش به سطح بین الملل برابر میباشد. جدیداً آریانا سعید تصاویر تازه اش را از جریان ثبت تازه ترین آهنگهایش بر مناسبت عید سعید فطر در صفحه اینستاگرامش نشر کرده است که بازتاب خوبی داشته است. ولی جالب اینجاست آریانا سعید از اسیب ساید همسرش قهر می باشد و این دو در کشورهای مختلف این عید را تجلیل خواهد کرد. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای آریانا سعید از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستداران و همراهان عزیزم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت سلامتی برای هر یک از شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.